این زمین را ارج از عرش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان. اندیشه ها با تاجیکی، فارسی دری راهی راست. از ادیبان جهانکشا و ناشناخته. اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان. این زمین را ارج از عرش است. بیاموز هرچند بیتوانیا، مگر خویشتن شاد گردانیا. این زمین را ارج از عرش است. شنونده عزیز، شما خوانشی بدیعی را تحت عنوان داستان نازگل در پیشنهاد مؤلف جانبک اسراریان و کارگردان زبیدالله جان محمد میشنوید. داستان نازگل. شیران ختلان. آغاز گفتار 20. در روزگار همه چیز واقعیت دارد. سال 1979 ساکنان دیه هنگام ساختمان بینای استقامتی در حدود شهرستان کهن هیکلچه بتون برنجی را پیدا نمودند. درازی بدن از قفس سینه تا بنیاد دوم 23 سانتی متر، بلندی 21 و درازی گردن 14 سانتی متر را تشکیل میداد. اون چی بود؟ آن آثار پیدا گردیده مجمری بود درون خالی و تمام بدن آن به شکل تور بنیاد شده بود. سر و گردن، تن و پشت و پای و سمها با نقش‌های گیاهی و هندسی مثل سیبرگه و شاهبرگ‌ها آرا و آذین بندی داشتند. آن را باستانشناسان تندیس شیر یا ببر نامیدند. در ابتدا توضیح کامل و واقعی مشکلات را به وجود آورد. یعنی از روی نماد و شمایل شناسی شیر چی ارتباط به شهرستان و سرزمین ختلان دارد و یا شاید بازیافت تصادفی است؟ هرچند معلوم بود که شیر رمز شاهان ختلان است. کاوش‌های بعدینه به مسئله بحث برانگیز روشنی انداخت. در گشتکاری‌های هولبوک منظره‌های زیبا با فراوانی تصویر شیر کار عالمان را آسان کرد. علاوه بر مواد باستانشناسی به کمکشان سرچشمه‌های خطی نیز رسید. موافق معلومات تاریخ‌نگاران و سیاحان اصلی میانه، پس از اصطلاح عرب سرزمین را حاکمان محلی از زنجیره بنی جوری‌ها اداره می‌کردند که عنوان شیران ختلان را داشتند. بنابر تحقیق سید نفیسی در میان القاب حکمرانان این ناحیه، یعنی در شرق ایران و ایران قدیم، لقب شاه بامیان را شیر و شاه ختلان را نیز شیر و شاه غرجستان را شار و شاه ماوراءالنهر را نیز شار نوشتند. نخست حاکم با افروزه شیر ختلان هاشمی بنی جوری الختلانی وامی خورد که تا سال 857 حکومت کرده است. این زنجیره و حاکمان دیگر در مدت سالهای دراز مستقلیت سرزمین را تأمین نموده با همین
عنوان شناخته می شوند. از جمله ابن خردادبه شهادت می دهد که در عصرهای 9 و 10 نیز عنوان شعر ختلان باقی مانده بود. اگر اندیشه عالم انگلیس سر ویلیامز عنوان شعر را در شکل خیلی کهنش که با واژه‌ای به شاهان قدیم ایرانی مربوط خشست را بپذیریم، پس سیاستمداران وطن از عنعنه پیشین آگاه بودند و با آن صادق ماندند. جای شک نیست که طبق عنعنه‌های بنیادی سرزمین‌های پهناور در پیوندی مدام بودند. اکادمیک یوسف شاه یعقوب شاه عنوان شاهان ختلان بودن شعر را پذیرفته، بنیادی عقیدوی را به دوران قدیمتر میبرد و تأکید میکند که شعر تمثال خدای مهر یا میتر است. در این صورت اندیشه دیگری پیدا می شود که در نظام باورهای جدی بزرگمان عنعنه‌های پیشین در دوران اسلام برتری نداشته باشد هم مقام داشتند. چنان علامت‌های آیین مهرپرستی با واسطه تا امروز باقی ماندند که در نمونه‌های گلدوزی‌های کلابی و عرف و عادت‌های مخلوط دچار می‌شوند. کاملا مقرر است که عنوان به پهلوهای سیاست و فعالیت حاکمان منطقه در عصرهای ذکر شده توأم می باشد. گمان می رود که در حل مسئله های سیاسی حاکمان ختلان موقع خود را داشتند. اگر دقیق تر بگوییم، شاید پس از شکست پی در پی عرب ها این عنوان برایشان سزاوارتر دانسته شد. به جایگاه استوار و شجاعت بی‌مثل در جهان به اسلام پیوسته و ایمپری بزرگ غایوی به این عنوان لایق شدن مشکل بود. مهمتر آن می نماید که خلق ختلان از گذشته پرقناوت و سرحدهای معنویشان دفاع می کردند. اگر به ماهیت موضوع فرو رویم، عملهای باز هم روشن‌تر جلوه می خورند. چنان شاهان عنوان شعر را با زور و توان خویش با درک ماهیت فهمیده و دانسته قبول کردند. خود مجمر برنجی از چند نشانه ها برخوردار بود که وابسته است به عنعنه های تا اسلامی و شان پدران بزرگ. چنان زیب دادن تن شعر برنجی با 3 برگه، شاهبرگ، برگ چنار از آیین های پیشین است. جمله رستنی ها در میان مردم موقع خاصه داشتند که در بخش وابسته به فولکلور بررسی خواهیم کرد. اما تا آنجا رسیدن به چند نکته دیگر متوجه می شویم. با عقیده یوسف شاه یعقوب شاه در 3 برگه هایی که سر شعر را زیب می دادند 4 سوراخی به مشاهده رسید. احتمال می رود که جای تاج زرین بود. تخمین می زنند که مجمر در صورت شعر در پهلوی تخت حاکم قرار می گرفت و از روی مقررات دربار در وقت معین در آن سپند و مواد خوشبوی دود داده می شد. در نوک یک گوش شعر کلوله لونده نمودار بود. این علامت دقیق می کند که مجسمه شعر مقرری نبوده، تندیسه که مقدس است و بنیادی آسمانی دارد. باز یک جزئیات دیگر محققان را وادار نمود که به پیدایش غیرعادی شعر بیاندیشند. در پیش بر انیقترش قفس سینه شعر در شکل 3 برگه نگاره همچون رمز خورشید حک شده بود. در همین هیکلچه نچندان بزرگ مهارت زرکاران احساس می شود. باز هم نمونه های آیین های قبلی با عنعنه های اسلامی در مخلوطی در آن تدوین شدند. چنانچه در یک طرف بدن نوشته نام استا علی ابن ابو نصر و از طرف دیگر با خط عربی هر کسی را بهر کار ساختن نمایان است. قسمتی از محققان هیکلچه را نشانه طایفه های جنگاور، نیروی محافظ و وهمانگیز قلمداد کردند که از طبیعت شعر بیرون می آید. نگاره های دیگر که گچکاری‌اند با تصویرهای شیر و پلنگ در هر حالت به نظر می آمد. از این رو باستانشناس ارکینای غلامова به خلاصه آمده است که شعر رمز حاکمان ختلان است و هم نگهبان آنها. او تصویر شعر را در تصور ختلانیان همچون نماد محافظت ملک و خانواده از فاجعه و ناآمدی ها می شمارد. واقعا
شعر در نشانه‌های برجی مقام پنجم را داشته، رمز آفتاب است و در تصویرات نشانه جسارت و رزمندگی است. در اساطیر تاجیکان و مردمان دیگر به هر رنگ مقام این جانور افاده یافته است. در عمارت‌های رسمی مجسمه‌های شیر خوابیده نمونه هوشیاری است، یا در اساطیر خیلی کهن رمز رعایت قانونیت و عدالت است و بیرحمی و رزم. به طریق مشخص شیر مقتدر سلطان و به غایت درخشان سلطان حیوانات و سرشار از فضائل و رذائل ناشی از مقامش است. در میان عالمان جهان نماد شعر از قدیم تا امروز به هر رنگ و مقام و ریب و روا معنی داد می شود. چنانچه در دولتداری و سیاست می شود به طریق شدیدتر از آن معنی داد کرد که در نماد پدر، معلم و شاه را می سازد که از شدت قدرت می درخشد و از نور این درخشش کور شده است و از آن جایی که خود را حامی می داند از این رو تبدیل به یک جبار مستبید می شود. به همین دلیل ممکن است همان قدر تحسین برانگیز باشد و تحمل ناپذیر. شعر در آثار هولبوک و صیاد به هر رنگ تصویر شدند که خیلی جذاب و دیدنی اند. خاصه مجسم شدن شعر و ببر به شکل تصویرهای گیاهی در دیوارهای گچکاری شده صیاد نفیس، زیبا و خاصیتی اساطیری دارند. شنونده ارجمند، چون صحبت از باب صیاد رفت، صیاد یادگاری دیگری هست که تقریبا در حدود 18 کیلومتر از یادگاری هولبوک یا ویرانه‌های هولبوک قرار دارند. یادگاری‌های هولبوک و صیاد از نظر مضمون و ماهیت با اندیشه دنیای قدیم و آثار اساطیری مردمان عالم فرهنگ عصر میانه ما را می‌پیوندند. تصویر شعر در هر شکل، نشسته، خوابیده، در حالت حمله و با رنگ‌های زیبای درخشان از هنروری مردم دلیل است. برای باستانشناسان دریافت شعران بالدار از ذوق و سلیقه و دامان فراخ و خردمندانه آفرندگان فرهنگ عالی شهادت بود. تصویر دو شعری که پهلوی هم به یک حجم و صورتند، صحیفه دیگری بود از مهارت، تصورات و باورهای حاکم در این دوران. اسب و شعران بالدار برای فرهنگ مردمان عالم بیگانه نیست و با مضمون و روای مقرر موجود می باشند، خاصه برای فرهنگ مصر و یونان. چنانه در مصر دو شعری که پشت هم می ایستادند در نمادگرایی نشانه های دو افق و حرکت خورشید از یک سوی زمین به سوی دیگری عام بود. از نظر کارشناسان این دو شعر حرکت روز را نظارت می کردند که نشانه دیگر علامتی دیروز و فردا بود. بنا به تحقیق کارشناسان تصویر و نقش هایی که دوتایی یعنی جفت نمود دارند مثل اژدها، شیر، خیز، پرنده ها و غیره فقط برای تزیین نبوده نمونه دو قطبگرایی اند با مفهوم خیر و شر. به اندیشه نمادشناسی آنها نشانه دو جنبه موجود زنده اند. تصویر دوتایی یا جفتی شعران هولبوک نشانه تشدید قدرت است. قدرت شاهانه در برقراری عدالت و هم حیوانی وحشیانه در استبداد ستمگرانه که باز هم از میل به قدرت سرچشمه میگیرد. در روش آموزش و فراست و هوش نیاکانمان قائل نشدن از تیردلی و بیخبری است. می توان در آثار هولبوک به اندازه، حجم و فراگیری تخیلات رنگین پدران ورخورد. آنقدر عالم حیوانات را به خود نزدیک دانسته است که به فراست آدم معاصر نمی رسد. به قول شعر نماد عدالت است و بر این مبنا ضامن قدرت‌های مادی و معنوی است. در فهمیش آنها شعر نیروی الهی است و مخلوقی که انسان خود را بر آن برابر کردنی است و نمونه برجسته طبیعت شناسی می باشد. از این رو شعر را نشانه بازگشت فصل نیک، رسیدن فصل بهار دانستند که در این حالت نشانه زندگی می باشد، بلکه زندگی دوباره خواهد بود.
این جانور صحرایی را قیمت و ارزش افزوده‌اند و جایی که شیر دوره به دوره گاو را از هم می‌درد که از هزاره‌های قبل این دو نشانه دوگانگی و خصومت میان روز و شب و تابستان و زمستان بوده است. از دوران به دوران ماهیت اسطوره به دیگر سمت می‌گرود، تغییر می‌پذیرد و از میان در فهمش ابتدایی‌اش از بین می‌رود. تعلیمات پسندان نو به آن لباس دیگر می‌پوشانند، ولی ماهیت اصلی گاه و ناگاه بروز می‌کند. در مورد عنعنه، نماد و رمزهای سرزمینی از هر جهت توانمند همین را می‌توان ذکر کرد. هم پیشینیان و هم امروزیان به مهمیتش می‌رسند. دستاورد فراوان داریم، خاصه 1000 سال پیش. گاه در جایگاه شیر که رمز خورشید است و هم نمونه توانمندی و نگهبانی کشور اندیشه می‌کنم. شاید در عصرهای میانه به صورت رمز و ناموس رزماوران دیار پذیرفته شده است. چنان عنوان شیران ختلان بود که نشان با تصویر شیر در 4 گوشه قصر تحکیم می‌یافت. در برابرش گمانم درفش با تصویر شیر نیز جلوه‌گر بود که حسان از بین رفت. آن را برقرار باید کرد. انجام گفتاری 20. شما خوانش بدیعی را تحت عنوان داستان ناسکول در پیشنهاد مؤلف جانبک اسراریان و کارگردان زبیدالله جان محمدов شنیدید.